سلام و درود و خسته نباشید. امیدوارم که حال دلتون همیشه اوکی باشه. اومدیم با یه سنسیتیویتی خیلی خیلی عالی. امیدوارم که از این سنسیتیویتی من لذت برده باشین. بله همینجوری هم هست که میام یه سنسیتیویتی براتون بچینم که کیف کنی. اولین رداتو میذاریم، بازم ببینم ردات نشستشو هم میزنیم ببینم چجوری ریکورد میکنیم. اینم از ردات هستش، خیلی قشنگه. فاصله خیلی دور هست، فاصله خیلی دور هست. اسکوپ 3 هستم. این اسکوپ 3 بله چقدر قشنگ، ریکورد خیلی عالی، لرزش اصلا نداره. اینم اسکوپ 4 که منه، کلا من 4 میزنم، خدا وکیل 4 خیلی عالی هست و میتونید. اینم خوابتی خوابیده هست. خب تا اینجا اسکوپ 4 خیلی خوب بوده. حالا بریم اسکوپ 6 هم ببینید. حالا این 60 هست، من چه هدشات میخوره بهش، خیلی قشنگ داره. خدا وکیلی خیلی عالی. نمیام انقدر تعریفش بکنم ولی خب خودتونم کاملا داری مشاهده میکنید. باز اسکوپ 6 روی ATM گذاشتیم ببینم حالا تو خوابیده هست. خیلی یه خوابیدگی رو میزنیم. اینم از سنسیتیویتی هستش که خودتونم مشاهده میکنید. اسکوپ 3 هست 25، رداد 23، 6 12 و همچنین اسکوپ های 4 هم 12 هست. من از اسکوپ زیاد استفاده میکنم. اینم از ژیر اسکوپ هستش، میتونید قشنگ بگید. اینم کد سنسیتیویتی هست. سعی کنید بچه‌ها چیزایی که دارم نشونتون میدم ازش یاد بگیرید و فقط کد نباشه. کد فقط واسه یه نفر استفاده میشه کرد، دیگه همه کد استفاده نمیشه کرد. شاید تو بزنی با نفر دوم بزنه دیگه تمومه، دیگه نمیشه. باید همینجوری درجه کم و زیادش کنی. همین 25 تا 22. اسکوپ 3 خیلی خوبه. اسکوپ 4 یعنی واقعا خیلی عالیه. تا میتونی از اسکوپ 4 استفاده کنی. این سنسیتیویتی نه تنها فقط واسه آیپد مینی 6 هست بلکه گوشی هم خیلی جوابگو هست. خیلی از سنسیتیویتی من هم استفاده کردم، اونا با گوشی بودن، یعنی واقعا تاثیرگذار بوده. شما میتونید از این سنسیتیویتی استفاده کنید، چون من خیلی از این سنسیتیویتی توی یه پارک خیلی تمرین کردم، به این نتیجه رسیدم که دیگه از این بهتر پیدا نمیشه. خب دوستان اینم از سنس من هست که میتونید کاملا ازش کپی بگیرید. اسکوپای ردات، اسکوپ 3 6، اسکوپ ردات هم که داریم میدونیم 13 هست، اسکوپ 3 هم 25، اسکوپ 6 هم 12، اسکوپ 4 هم 12. این هم از TTP ها هستش. پول گذاشتم. سعی کنید دوستان تو شیر پارک برید تمرین کنید و یه سنس خوب برای خودتون بچینید. برداری هم زیادی بشه خب به درد نمیخوره. دوستان امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و بیشتر از این هم نگم. حتما لایک و کامنت یادتون نره. ما رو حمایت کنید تا یه ویدیو دیگه. بدرود.